تا دمی که الفبای کریلی در آویزی مغازه ها و شهر ما جلوه کند، تا دمی که نشریات ما، روزنامجات ما به کریلی منتشر میشند، از خط از قالب زبان ما دورن، ما در فضای کریلی روسی خواهیم باقی ماند. شما بازم با مثال میبارم، بازم پرگویی شدم. اگر ما به خطی خود ما بودیم روس نمیگذاشت. امروز در فضایی که مهاجرت اوج گرفته است، 2 میلیون تاجیک است و در صف این 2 میلیون اگر با خط فارسی می رفتن، ما مثل هندوستان بنگاه های فارسی بود، سازمان های فارسی و حوزه فارسی تاجیکان مهاجری روسیه داشته بودیم. لیکن این خط که هست، در این خط حذف شده ما سکالکا время, куда идешь, почему?